سلام، به چنل کلایمکس خوش اومدید. من فرباد هستم و تو این ویدیو قراره بهتون رقص چارلستون آموزش بدم. رقص چارلستون حدود 100 سال پیش تو دهه 1920 میلادی برای اولین بار تو تئاتر برادوی موزیکال رانینگ وایلد انجام شد و بین مردم به محبوبیت رسید. اون زمان بیشتر با سبک جاز باهاش میرقصیدن و ازش لذت می‌بردن. امروز هم تو سبک شافل ازش استفاده میشه و باهاش میرقصن. رقص چارلستون چندین استایل متفاوت داره برای رقصیدن که من تو این ویدیو دونه دونه براتون انجامش میدم و بهتون آموزش خواهم داد. بس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. خب بریم سراغ اولین استایل از رقص چارلستون یا همون بیسیک چارلستون. بقیه استایلی که خواهید دید تو این ویدیو دقیقاً همین بیسیک چارلستون، فقط یه ذره تغییر کوچیکی داره. یعنی بیس کارمون همینه تو چارلستون. برای شروع من از پای راست شروع می‌کنم. میشه قدم رو به جلو، چپ میاد جلو، چپ میره عقب، راست میاد جلو، دو تا قدم جلو، دو تا عقب، راست، چپ، چپ برمیگرده، راست، راست، چپ، چپ، راست. به همین سادگی. راست، چپ، چپ، راست. حالا واسه اینکه استایلمون قشنگ‌تر باشه تو رقص چارلستون باید یه ذره به بدنتون بانس بدید و این حالت ارتجاعی رو تو قدمتون نگه دارید. برای حالت ارتجاعی هم اگه ویدیو قبلی دیده باشین از زانوامون باید استفاده کنیم. به همین صورت زانوامون یه ذره خم می‌کنیم، برمیگردونیم بالا. بریم یه بار دیگه با پای راست شروع کنیم. میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. دستاتون هم دقیقاً مثل قدم زدن میتونید آزاد بذارید یا هر سمتی که دلتون خواست میتونید تکونش بدید. خیلی ساده. راست، چپ، چپ، راست، راست، چپ، چپ، راست. بریم سراغ استایل بعدی. دومین استایلی که قرار یاد بگیریم از رقص چارلستون میشه چارلستون ریکیک. دقیقاً همون رقص پای بیسیکه. تنها تفاوتی که داره که راستو میذاریم چپ به سمت جلو ضربه میزنه، دیگه رو زمین قرار نمیگیره. حالا چپ میاد، راست به سمت عقب ضربه میزنه. تو چارلستون بیسیک پا می اومد رو زمین، و تو چارلستون ریکیک به سمت جلو ضربه میزنه، دیگه رو زمین قرار نمیگیره. یه بار بریم. میشه راست، چپ، ضربه، چپ، راست، چپ، چپ، راست، راست، چپ، چپ، راست. حالا به سمت این ور میزنم که ببینید پامو. راست، چپ، چپ، راست، راست، چپ، چپ، راست. میتونید توی چارلستون ریکیک بچرخید دور خودتون به این صورت. مثلا میزنید راست، چپ، چپ، راست. جهتتون رو میتونید تغییر بدید که باحال بشه. راست، چپ، چپ، راست، راست، چپ، چپ، راست، راست، چپ، چپ، راست. دقیقا همون استایلی که بیسیک داشت، فقط تفاوتی که داشت یک کیک میزدیم و همون ضربه به سمت جلو و پامون دیگه رو زمین قرار نمیگرفت. بریم سراغ استایل بعدی. سومین استایل از رقص چارلستون اسمش چارلستون ویت تویسته. معمولا وقتی تو شافل میگن حرکت چارلستون دقیقا همین استایل مد نظرشونه. اون دو تا استایلی که با هم یاد گرفتیم و توی رقص‌های کلاسیک چارلستون با موسیقی جاز انجام میدیم. واسه این حرکت اول میریم تویست رو در جا انجام میدیم، بعد قدمو بهش اضافه میکنیم و حرکت رو کامل میکنیم. واسه تویست اول میایم پنجای پامون رو ثابت نگه میداریم و فقط پاشنه رو به سمت بیرون یا داخل میچرخونیم. بریم. چه بیرون، داخل. 1 2 1 2 بیرون، داخل. به این حرکت میگن تویست. خیلی ساده. یه بار دیگه. بیرون، داخل، بیرون، داخل. این حرکت اسمش تویست. حالا وقتی میخوایم قدم رو برداریم توی چارلستون تویست، موقعی که قدم بالاست قبل اینکه برسه به زمین پاشنه‌مون به سمت بیرونه و وقتی قدم میاد رو زمین پاشنه‌مون به سمت داخل میشه. یعنی بغل هم اینطوریه، میاد رو زمین، جلو هم دیگه قرار میگیره. یه بار دیگه قدم رو برمیداریم به سمت بیرون، میاد پایین، پاشنه به سمت داخل. چپ، راست. حالا چپ میره عقب، میچرخه، داخل، میچرخه، داخل. همین سادگی. یه بار بریم. حالا چارلستون تویست رو با قدم و تویست انجام بدیم. آماده؟ با پای راست شروع کنیم. بیرون، داخل، بیرون، داخل، بیرون، داخل، بیرون، داخل، بیرون، داخل، بیرون، داخل. خب میتونید وقتی قدم رو برمیدارید
هم رو زمین نگهش دارید، این یه مدلشه، هم بلندش کنید. حالا بریم دوتاشو با هم انجام بدیم. اول رو زمین میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا بلندش کنیم میشه 1 2 1 2. خب بریم حالا 4 ثانیه تویست رو کامل با سرعت آروم انجام بدیم. بعد یه ذره سرعتشو بریم بالا. آماده؟ با پای راست شروع میکنیم. 3 4 میشه 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4. ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. رقص چارلستون چند تا دیگه استایل متفاوت داره که حتما توی ویدیو دیگه آموزشش رو خواهم گذاشت. این سه تا استایلی که امروز با هم دیگه یاد گرفتیم جزء اصلی ترین و پرکاربردترین استایلایی که رقص چارلستون داره. حتما موقع تمرین برای خودتون بشمارید و قدماتون رو با شمارش و آهسته انجام بدید. موقعی هم که میخواید 4 ثانیه تویست رو انجام بدین، حتما تویست رو اول درجا انجام بدین، بعد قدمو بهش اضافه کنید. واسه تویست هم یادتون باشه که رو پنجه پا وزنتون رو بندازید که پاشنتون آزاد باشه. اینا نکته‌ای بود که من میتونستم بهتون بگم و امیدوارم براتون مفید بوده باشه و ازش لذت ببرید. اگه نظر و سوالی هم داشتید تو کامنت برام بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم هر سه تا استایلش رو با هم رو موسیقی انجام بدیم. بعد تا یه ویدیو دیگه فعلا.